خاص برای ملت با عزت و ملت پر افتخار تاجیکستان عزیز است. ما یک ویدیوی کوتاهی از یک ملای دیدیم که در شمال افغانستان فتوای جهاد در برابر تاجیکستان دادن. ما با ملت تاجیکستان میگوییم که شما ملت متفق، متدین، امین و مسلمان هستین. ما شاهد عینی تاجیکستان هستم. در سال گذشته بار اول بود که ما تاجیکستان رفتم. وقتی که ما تاجیکستان را از نزدیک دیدم، یک کشور اسلامی، یک کشوری که بهترین امنیت داره، مردم بسیار مخلص، مردم صادق و مردم بسیار محترم و با عزت. واقعا که خوشم آمد. شما باور کنید که صادقانه برایتان میگم که اگر برای ما در تمام روی زمین بعد از افغانستان اجازه داده شد که کدام کشور را برای زندگی فامیل، خانواده و اولادهای خود انتخاب کنم، من تاجیکستان را انتخاب میکنم. چیزی که من دیدم، یک کشوری که زن و مردشان مؤمن و مسلمان بسیار متدین، بسیار وفادار به سرزمینشان و مایی که در اونجا مهمان بودیم چقدر از ما قدردانی کردن. ما این میگوییم که ملت تاجیکستان، شما به گفتار یک ملایی که از افغانستان بلند شد در برابر تاجیکستان فتوا دادن، به اونا نبینین. این ملاهای طالبانی اینا جاسوس هستن، غلام هستن، نوکر هستن و تحت عنوان جهاد میخواهند که کشورهای امن اسلامی را که بهترین زندگی دارن و پیشرفت و ترقی دارن، تحت نام جهاد اینا و کشورها را تباه و برباد بسازن و بهترین کشور جنت را بگیرن به جهنم مبادل بسازن. اینا جاسوس هستن، برنامه دارن، پول میخورن. 45 سال افغانستان را اینا تباه و برباد کردن، اینا پول خوردن. پس کشور بهترین، کشور تاجیکستان که بهترین زندگی است در اونجا، امنترین کشور است، کشور کاملا اسلامی. یا دوشنبه ما در مسجد امام ابو حنیفه نماز جمعه را ادا کردیم و خواندیم، واقعا لذت بردیم. چقدر مردم خوبی هستین شما، چقدر مردم متدین هستین شما مردم معتدل هستین، افراطی نیستین. شما مردهای بسیار مسلمان خوب، زنای با حجاب، زنای متدین کار میکنن با وطنشان. اما گلهایی که در تاجیکستان شما در سبزه ها میمانین، هر هفته یک پورا گل زرد و سرخ و گلهای مختلف. چقدر کشورتان را دوست دارین. آفرین به شما، درود به شما، سلام به شما، برکات به شما. اینما تو وطنتان دوست داشته باشین. شما ملت با عزت هستین که کشورتان آباد کردین و کشورتان پیشرفت دادین. به هیچ کس اجازه مداخله ندین. جهاد نیست، اینا مفسدین هستن. به نام جهاد فساد است که کشورها را تباه و برباد میکنه. 45 سال اینمی وطن ما را تباه و برباد کردن، اینمی غلاما، اینمی ملاهای افغانستان. و امروز تمام ملت افغانستان شما ببین، 25 میلیون نفوس ما، 27 میلیون نفوس امیال نان امشب خود را ندارن. 40 میلیون نفوس داریم، 27 میلیونش تحت فقر زندگی میکنن از خاطر اینمی جاسوسای وطن فروش. من مطمئن هستم شما به گفتار اینا گوش نمیکنین و هرگز هم گوش نکنین. اگر خدای نخواسته گوش کردین، به سرنوشت ما مردم افغانستان که امروز در تمام دنیا به سرپناه و سرگردان هستیم گرفتار میشین. پس ما به ملت تاجیکستان میگوییم که شما برادرای ماستین. ما 4 طرف همسایه‌های خود، خصوصا همسایه‌های طرف شمالی افغانستان که تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ما میخوایم شما کشورهای امن باشین و همیشه به بزرگا و کلانایتان احترام بکنین. هیچ کس اجازه ندین در کشورتان مداخله بکنه.